رجب علی ایبرانی. از آمد مادر نظم شما؟ میشه سوز اوی پسرتون باز نامد کو شب نیم شب شد. این بگاه آمده؟ نه آمده است. آدیر زنه گل آزه سلام مهربون. سلام خدا جان. در کجایی؟ خط جورام دادم. تیز به کارخانه من بیو. بله پدر جان. تیز بیو. من بیا. سلام پدر جان. سلام مهربون. پدر جان دعوت کردی؟ بله. زمانی تو خورد بودی با تلفن مرا دعوت میکردی که پدر به خانه بیا. کلان شدی. اکنون مادرت میکوبد که مهربون در کجاست. من تو را خواندم، به وایه رساندم، صاحب وظیفه کردم. دین شب در کجا بودی؟ راستی که پدر جان در روزی رجب علی بودم. این شام برای چی نرفتی خانه مادرت میکوبد؟ کم تا کار داشتم پدر جان. کمتر کار داشتی. و تو مبلغ بسیار دادم. تو رو وظیفه دور کردم. امروز من و مادرت تو رو میکوبه. شرم نمیداری؟ پدر جان من کودک میدان نیستم که هر روز مرا بکوبین مرا زنگ بزنید. من بچه کلان شدم. من سیگارت میکشم، عرق میخورم، شب میام، روز میام. کاری خدمت من خودم میدونم. شما من کار نگیرید. صد حیف روز زحمتام که تو رو تربیه کردم. خواندم. امروز تو در رو بروی من گپ میزنی. امروز تو منو پدر نمی‌حسابی. سلام علیکم دوستان عزیز. با معلومات یک شما میرسانم که برای رولک های تربیوی و فیلم های تربیوی ما اکتریس لازم است. کدومی که خواهشمند است، کدومی که از صدق دل میخواد که در فیلم ها و رولک های ما نقش آفرینی کنه، با رقم های زیر همین ویدیو 905 66 49 زنگ بزنه یا اینکه در واتساپ بنویسه. ما با شما همکاری میکنیم. یو رئیس جون سلام علیکم. روز زیاد نپرسیده بانی گفتم دادم ما. مهربون جون فهمیدیم که بچه کلان شده، کارگر شده، وظیفه‌دار شده، لیکن یک چیز فراموش نکن مهربون جون. هزاران بار شکرانه که چنین پدر مهربان داری، چنین پدر غمخوار داری، پدری که 18 سال ترا خروند، 18 سال ترا پوشوند، 18 سال برای تو زحمت کشید، مهنت کرد، در مکتبای بهترین ترا خوند، صاحب وظیفه کرد، صاحب منصب کرد. نخواد چنین مناسبت کنی مهربان جون. فراموش نکن که روز میشود که با سیاستاشون، روز میشود که با شپلاقاشون، روز میشود که با نصیحتاشون زور میشه. لیکن نه با پول، نه با مال، نه با وظیفه، نه با ثروت یافتشون نمیتونی. فراموش نکن ما در حیات چیزی که شیدیم نشیدیم، ای دعای پدرمون شیدیم، ای اوله کف دستان پدرمون شیدیم، ای خنده های پدرمون شیدیم. فراموش نکن بدنشون غنیمت های احترامشون کن که شیمون میشه.
بلی